سلام بینندگان و خوانندگان تارنمای آزادگان. این بار در مهمانی آزادگان مهمان مکس ملاقند را داریم. یک چهره بسیار شناس، یک چهره بسیار عزیز برای خاصتا برای مردمان و برای فیسبوکیان تاجیکستان است و درباره زندگی و کودکی ها و جدایی بسیار مدید از تاجیکستان درباره‌اش صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدین. خب آقای مکس، نخست میخواستم بپرسم که چون شما چند بارم قید کردید که بسیار سالهای زیاد شده است به تاجیکستان، در تاجیکستان نبودید، نه آمده بودید و دقیقاً چند سال است که بیرون از تاجیکستان هستید؟ دقیقاً 25 سال شد که ترک وطن رو کردیم. سال ماه می سال 91 از اینجا رفتیم متاسفانه و این باری نخست است که برگشتیم بعد 25 سال برگشتیم. خب الان که میبینیم با ما ژورنالیست ها هستن فعلا در استودیو ما با دوربین ها و این چیزا، جالب است. مقصد سفرتان چه است این بار که یعنی چند نفرم دیگه با شما هستند؟ مقصد سفرمان این است که از وطن عزیزمون دیدار کنیم، زیارت کنیم، خب جایهایی که در آنها بزرگ شدن ببینیم و این پهلوان ها آمدن که فیلم برداری کنن و قصه خصوصی من را معرفی کنن بر جهانیان و تاجیکستان عزیزمون را به واسطه قصه خصوصی هم با واسطه قصه خصوصی بنده و جهانیان هم معرفی کنیم. خب این چیز در شکل یک فیلم مستند ایجاد میشه. خب یعنی این از زندگی شخصی شما است. آره. خب اینو باشه. و جالب است که بعد از همین 25 سال شما دوشنبه رو چگونه یافتید؟ اولین احساسی که داشتم بعد از اینکه از فرودگاه آمدیم بیرون، نفسی وطن رو که کشیدیم، راستش بگم آبی چشمم ریخت بدون اینکه بتوانم کنترل کنم به طور اتوماتیک، چون که منتظر این چیز نبودم. من یک کسی به احساسی نیستم، اما یک واقعی است آبی چشمم ریخت وقتی این هوای شیرینی دوشنبه رو کشیدم. خیلی خرسند بودم، اما خیلی تغییر یافته، خیلی چیزا. بله، میخواستم از این بپرسم که یعنی چه چیزهایی در دوشنبه هستند که بسیار یعنی تغییر کلان کردند؟ اولین چیز که بیناهاش دیگر شده، کوچه ها و خیاباناش دیگر شده، اهالی دیگر شده. من که قضاوت نمی کنم که بد است یا خوب است یا بد است، اما آدمای دوشنبه دیگر شدن، چهره ها دیگر شدن، حتی لهجه دوشنبگی هم دیگر شد. اون وقتی که من در اینجا بودم بیشتر به زبان روسی صحبت میکردن و با شیوه شمالی، به اصطلاح لینوباتی و این طرفا. امروز بیشتر به شیوه کلابی حرف میزنم که من شخصا خرسند هستم که خب همه ما یک ملت هستیم، از اهل کجایی که نباشیم، اما یک واقعیت است که حتی لهجهش دیگر شد، بیناهاش دیگر شد، کوچه هاش، همه چیز. طبیعی است که با رفتار مردم هم در کوچه ها یعنی توجه میکنید و اون به نظر شما چطور است؟ خب رفتار تاجیکانه است دیگر. چطوری که بود من در رفتار مردم چیزی متوجه نشدم که دیگر شد. خب مهمان نوازی و آدم دوستی و اینا همان است. خب سواری مشروطه هم شده؟ نه، ما با تاکسی میرفتیم چون اینجا خیلی ارزان است. کارهامون بسیار است، فقط سوار تاکسی شده میگشتیم. خب چی خاطره های از کودکی های شما در دوشنبه یعنی به یادتان مانده است که یعنی با دیدن بعضی موضوع ها و بعضی جاها که همون به یادتان آمد؟ کلان شدم در خانه من که در گردش فرودگاه است، به اصطلاح پاورتی ایرپورت. بله بله. و
خاطره های بچگیم، بچه بودیم در حوله بازی میکردیم. خاطره ها مکتب بچه بودیم، مکتب برفتیم میگشتیم. همین. خب فعلا اینجا کسی از پیوندها و نزدیکای شما زندگی میکند؟ نه، کسی نیست. یک کس هم کلاس یافتم که سال اول دانشگاه با هم درس میخوندیم، با اون کس خوردیم، یک پیاله قهوه خوردیم تا دیگه همشون، هر کس که در اینجا بودم همشون دوستای فیسبوکی هم. دوستای فیسبوکی شما هستند؟ از دوران بچگیتون نه کسی نیست؟ نه. کجا رفتن اونها؟ روسیه و امریکا و اسرائیل و آلمان و در تمام جهان پراکنده شدن. خب الان که سال ما از رفتن و از این چیزا شدند، یعنی بعد از زمان پاشخوری شوروی، یعنی رفتن روستابارها و همینطور یهودیان همیشه در محفل ها یعنی از اون یاد می شود و دلیل هایش را هم هر چی می گویند. شما به حیث یک نفری که یعنی رفتید و میدونید که یعنی دلیلش را از دیگرها خوبتر میدونید که چون در پوست خودتان اون رو احساس کردید، و نظر شما یعنی دلیل رفتن چی بود؟ همین روستابارا و یهودی ها و یعنی هر کسی که رفت. اقتصاد چیز دیگه نیست. جنگ شهروندی. چون یادم است که من یک نوجوان بودم میرفتم کنیسا، یعنی مسجد یهودیان، و با آدم ها حرف میزدم، اونها میگفتن که ما به هیچ وجه نمیخوایم جای برویم، اینجا وطنی ماست. اما بعد از که شروع شد با فروپاشی شوروی، وقتی اقتصادی و امنیتی که بد شد، آدم ها شروع کردن برفتن. همین چیزی. هیچ سبب دیگه نیست. الان در اول صحبت هم شما از تاجیکستان بسیار به اصطلاح با حرفهای کلان وطن گفتید. هنوز هم تاجیکستان را به حیث وطن خود می شمارید با اینکه 25 سال است که اینجا نیستید؟ برادر عزیز، مادر مثل وطن مثل مادر است که انتخاب نمی‌کنیم و نمی‌تونیم عوض کنیم. مادر هر کسی که نباشد مادر شماست تا ابد. وطن هم همینطور است. خب خوب باشد بد باشد وطن است. این احتمال هم می‌بینید که شاید روزی شود که شما باز اختیار زندگی در تاجیکستان را داشته باشید؟ ما انسان ها از به اصطلاح از دو بخش عبارت هستیم، از بخش احساسی و از بخش تفکری، یعنی مغز و دل. بله. دل من میخواد فقط در اینجا باشم، اما مغز من میگوید که میخوای خانواده داشته باشی، زن و بچه داشته باشی، باید برایشون نان بیاری، که اینجا به نظرم این یک کار کم دشوار است. کمی دشوار است. درباره یعنی یهودیان بخارا و همینطور یهودیان تاجیکستان از زیاد صحبت می شود و همیشه از اونا احترام میکنند، یعنی از اونا را ارزگذاری میکنند به این خاطر که اونها هر جایی که هستند همون فرهنگ و تمدن تاجیکی همراهشان است. و همین چی چیز است که یعنی چی چیز است که اونها هیچ یعنی جدا شدن نمیتوانند از همین فرهنگ تاجیکی؟ اینا با اون که اونها یعنی یهودی هستند ولی فرهنگ تاجیکی را بسیار احترام میگذارند. شما چی میگویید در همین باره؟ ما در وقتهای شوروی مفهوم‌های ملت و دین و مذهب و قومیت را اصلا اشتباه گرفته، چون قوم به نام یا ملت به نام یهودی وجود ندارد به نظر شخصی. همون یهودیای بخاری که میگوید اونها تاجیک هستند، اما دین و مذهبشون یهودی است. یهودی یعنی یک دین است، اما ملتشون تاجیک است. دقیقاً به همین خاطر با این فرهنگ رو نگه می‌دارن در جایی که نباشن، در اسرائیل و اتریش و آمریکا و اینا، چون تاجیک هستن، فرهنگ خودشون است و هر کس با فرهنگ خودش رو سعی می‌کند که نگهداری دارد.
همین اصطلاح یهودی های بخارا که شما این را قبول نداشتید ظاهرا، پس این از کجا پیدا شده است؟ پیدا شده است از یک سیاست حکومت شوروی که یک فکر داشتن که ما باید به اصطلاح جون ملت سازی کنیم و خب یک تئوری خودشون رو داشتن که مثلا ما باید ملتی ازبک و تاجیک و یهود و اینو بسازیم که به فکر من اصلا غلط است. خب من فکر میکنم که مثال برادران ازبکمونم، من خیلی از این متاسفانه که در این کشور تا حالا هم ازبک ستیزی هم وجود داره، متاسفانه خیلی از این چیز بعدم میآید، چون فکر میکنم ازبک و تاجیک ما یک مردم هستیم که با دو زبان صحبت میکنیم. ما هممون این ازبک هم ایرانی هستن که زبانشان ترکی است، ما ایرانی هستیم که زبانمون فارسی است و برادران بدخشانی همون با زبانهای خودشون حرف میزنن. ما هممون بخش از ایران زمین هستیم، مذهبای مختلف داریم، زبانهای مختلف داریم، اما فرهنگمون همون فرهنگ است. بله. یعنی از یهودی های تاجیکستان صحبت کردیم، چون شما دیگر یهودی های بخارا را قبول ندارید، با یعنی از این میگذاریم. و جمعیت بیشترشان فعلا در کجا زندگی میکند؟ اسرائیل. در اسرائیل هستند. باز غیر از این در کدام کشورها زندگی میکنند؟ اسرائیل، بعد از آن ایالات متحده، خب بعد از آن فکر کنم اتریش، کانادا و استرالیا. خب آلمان، امروز هم در آلمان هم هست. زمانی که از اینجا رفتید مستقیم بریتانیا رفتید یا؟ نه، من سال 91 رفتم اسرائیل. من قصدی نداشتم که تاجیکستان رو ترک کنم، چون همیشه این زمین عزیز رو وطن خود حساب میکردم، اما رفتم چون یک نوجوان بودم، خواستم جهان را ببینم. اون وقت شوروی بود که مرزها بسته بود و اینکه یک یهودی بودم امکانیت داشتم که بروم بیرون و از آن امکانیت استفاده کرده رفتم. دیگر برنگشتید؟ دیگر نه برگشتم، چون از سبب‌های مختلف. بله، سبب‌ها را پیشترم قید کردید. و یعنی ما در فیسبوک، در مزای اینترنت، یعنی بسیار هنرمندای با نسب شما را پیدا کردیم و با نام آونر، ما اگر اشتباه تلفظ کنیم شما نه خوب، آونر بلاخند، آونر، خایکو، زالمون، ملاقندوف ها، اینها خویشاوندای شما هستند، پیوندای شما هستند. آره، با اصطلاح تاجیکان ملاقندی ها همه یک اولاد هستند، یعنی یک خانواده. اینها فعلا در قید حیات هستند یا نیستند؟ نه، آونر که دیگر از پسی پرده شده. خب کیها این هایکو و زالمون هم اونها رو که نمیشناسم. خب یعنی شخصا نمیشناسم، من شنیدم. ولی شما هم از زمین اولاد هستید، از نسل ملاقندوف ها. خب و شما یک آشپز بسیار چیره دست هم هستید. در یعنی یوتیوب هم ویدیوها و نوارها را شما نگاه کردید ویدیو؟ بله، ما نگاه کردیم. یعنی بسیار غذاهای تاجیکی را در جهان معرفی میکنید، هر چند یعنی نوعهای بسیار گوناگونش را. و جالب است شما به همین شغل چگونه رسیدید؟ را انتخاب کردید یا چطور شد که یک آشپز شده؟ هر یک آدم آرزو دارد. بله. وقتی کودک بودم من آرزو داشتم که میخواستم یک آشپز بشم. اما ما یک فکر داریم و خدای تعالی برنامه خودش رو داره. بله. رفتیم اسرائیل کار کردیم. این وقتی 40 سال شدم، یعنی 4 سال پیش، من گفتم دیگه نمیتونم صبر کنم. گفتم همین الان میخوام از پای آرزوام بشم که آشپز بشم. رفتم اون وقت بچه خودمون تاجیکا در لندن یک رستوران تاجیکی باز کردن. اونجا آمدم گفتم که من میخوام در آشپزخانه کار کنم
و آنها من قبول کردن و از آنجا شروع کردم به آشپزی. اینو میخواستم بپرسم که آیا در لندن که اونجا زندگی میکنید و عائله هم دارید و زن و فرزندها، یک آشپز امکان دارد که یک آشپز از راه همین شغلی که دارد زندگی خود بچرخاند؟ خیلی دشوار است. خیلی دشوار. اما ما گفتیم توکل به خدا. ببینید پول یک چیزی است مثل سگ است. اگر از پای آن بدوید از شما میگریزد، از آن بگریزید از پای شما میدود. آدم باید از پای شغلش باشد، از پای چیزی که دوست داشته باشد از پای اون باشد. پول بعداً می آید. تشکر، زنده باشید. ما همینجا صحبت خودمون رحمتی کلام. شکر زیاد. خوشحالم. بازم خوش آمدید به تاجیکستان.